سلام علیکم داملای شیرین سخن. با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن ابال است. راست است یا دروغ؟ ده ها بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیریم، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید، زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم نداره. نه در خانه صورت بگیرید، نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه‌هاتون صورت‌ها را کشال کنید. امروز خانه همین کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام من نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز را اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین‌ها همون صورت‌ها را مثال میزنند و گرفته میارند. این چی معنی دارد آخر؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خداوند علم شما را از اینم دیده زیادتر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند. این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت، پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما با شما خبر دادیم. دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم. خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم. خلاص اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی نداره. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم دولای محترم. از شما اول بخشش و بعدم پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم، لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهماندی. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد.
اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا دو سوال بسیار بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا دو کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخوانیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخوانیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید زیر زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخوانم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک دیگرش من یشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی من یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود. یعنی من یشاء، درستش من یشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردید. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بودن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چند کی را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقد چون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشد از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیثای صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه برین است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نما یافته چکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی و این برادرهایی که ما را سوال کردند با سبب
نگاه کردن به کتابها شد. خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگرداند. و برادرانی که اینجا خیر احسانها کردند، هر مراد و هر مطلوبی که در دل دارند، خدایا برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا اینجا یک چند برادرها یاردمها کردن، اینها را در حقشون دعا میکنیم، بعدا انشاءالله نماز میخونیم. برادر الهام و عبیدالله یک مبلغ کلان برای ما یک شرح مثنوی آوردن و برادرات دو کس از این محله ما و شما، شیروگن و ظفر، که تعمیر همین طهارتخانه را آبهای گرم و خنکش انجام دادن، یعنی کشیدن تربه را همه را، خدا را شکر اینش هم انجام یافت. و دو برادر دیگر داریم در همین جمعیت نشسته ما هستند، اینها همون تنکه های تار طهارتخانه را همش مبلغش دادند که قریب 60 دانه می رود که با اگر حساب کنیم $500 می شود. این آورده در دست ما دادن که بالای همون را تنکه بگیریم. و یک برادرمان که بابا نظر، برادر حاجی تورالی، یعنی یک دینامیک آوردن، باز $200 دیگر بالایی دادن که برای همین تعمیر من طهارتخانه. و اینجا برادر که میبلا و برادرمان استاد سلطانم یک مقدار تروبه آوردن برای همون طهارتخانه. و الحال بابای گریزم از این محله ما و شما گذشته است، 50 سامانی برای یاردم مسجد روان کردن که در حق همه اینها یک جای دعا میکنیم. خدای مهربان برادرانی که سهم خشونت گذرانیدن، با امید دعای همه ما و شما، خدایا همش عمر دراز و تن صحت و خدای دولتشون باز هم زیاده بگردانی. فرزنداشون خدایا در پناه رحمت خود نگه بداری. هر مراد و مطلب های نیکی که دارن، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. البته هر روز ما همین مسئله طهارتخانه را میخوانیم، همین آدم ها را میخوانیم. شاید بعضی ها فکر کنند اینقدر آدم آمد، این قسم داد، گفته دیگر. باور کنین کاری ساختمان خیلی کدام تی کردگی اینجا در ما خدا را شکر که بگیم یک شورای کلان اینجا یک الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا همه شما برادرای عزیز، پدرای مهربان، و این روز بندگی خدا شما را تبریک و تهنیت میگویم و همه شما خوش آمدید. یک جایه با شما اولا یک دعای میکنیم و بعدا به صحبت مان البته آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربون إلى حبك. پروردگارا، ما از تو و تمام این بندگانی که در خانه تو نشستند محبت تو را طلب داریم و خدایا محبت آن بندگانی که محبت تو را در دل دارند و محبت تمام آن اعمالی که سبب نزدیک شدن درگاه تو میگردد، خدایا از تو طلب داریم. اللهم اجعل حبك احب الینا من نفسنا و اهلنا و اولادنا. خدایا محبت خودت را به سوی ما محبوب تر بگردان از جانهامون دیده، از مالهامون دیده، از اهل اولادمون دیده. خدای مهربان، این بندگانی که امروز برای عبادت تو حاضر شدن، مرادها دارن، مطلبها دارن، خدایا برآورده بگردانی. گذشتگان این جمعیت ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردانی.
اهل این جمعیت خدایا عمر دراز و تن صحت، بیماری هاشون خدایا شفای کامل، شفای عاجل. مسافرهای این جمعیت خدایا سفرهای بابرار و بی خطر نصیب بگردانی. اللهم اعن على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین سوال و جواب داشتیم که یک برادر از ما قریب 4 مراتبه هست که دعوت کردن که تفسیری یا ترجمه سوره فیل و سوره مسد را ما ترجمه کنیم، تحلیل کنیم. البته جمعه پیشین سوره فیل را با طریق یک مختصری برای شما تحلیل کردیم و امروز باشد دویم تکلیفی که اون برادر ما کردن این ترجمه سوره مسد است که میخواهم اینم با یک وقتی مختصری به شما تحلیل میکنیم، بعدا انشاءالله با این سوال هایی که الحال نزد ماست جواب میگردانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظیم. این آیت در پاره سیومی از قرآن واقع است که عبارت از 5 آیت است مثل سوره فیل و با جمع مفسرای قرآن در مکه مکرمه در اول تبلیغ پیغمبر خدا نازل شدند. این سوره را مفسرا سبب نزولش، سبب فرامدنش با پیغمبر چنین حکایت میکنند که وقتی که خداوند با پیغمبرش امر کرد، چه امر کرد؟ و انذر عشیرتک الاقربین. محمد صلی الله علیه و سلم ساعت دعوت سر شد، از جای خود خیز، بالای کوی صفا برا. اولین دعوتی که مردم به سوی خدا میکنی از خویش و تبارت سر کن. به خویش تبار فرمان بده که بس بت پرستی، بس به خدا یگانه رجوع کنند. پیغمبر ما و شما که اطاعت کننده بودند بالای کوی صفا برآمدند، با آواز بلند فریاد زدند ای بنی فهد، ای بنی هاشم، ای بنی عبدالمطلب، ای بنی عدی. اینا اولادهایی بودند که در اطراف پیغمبر خدا اولادهای پیغمبر بودند. اینها را فریاد زد. همه اینها میگن نزد همون کوی صفا حاضر شدند. پیغمبر خدا گفت اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد، باور میکنی؟ گفتم بله ای محمد، ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است، تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقت دارد. گفتند امروز من بر شما از عذاب سخت خدا خبر میدهم که خداوند بر من سپارش داد تا که از ترس او، از عذاب او بر خویش و تبار خود خبر دهم. آیا باور میکنید؟ مفسران میگن اگر چندی که خویش و تبارش باورم که نکردن لیکن هیچ مقابلیت نشان ندادند، بلکه از بین اینها ابو لهب که عمک پیغمبر بود از جای خود میگن راست شد
و گفت تبا لک یا محمد، هلاک شوی تو ای محمد. الهذا جمعتنا هذا اليوم، همین فیراد تو، همین ساعتهای جمع کردن تو با همین مقصد بود؟ بعضی مفسران میگوید سنگ را هم حواله کردند. این اولین اذیت و اولین سرزنش پیغمبر خدا از طرفی کی بود؟ از طرف عمکش ابولهب بود. این سوره مبارکه را تبت هم میگویند مفسران، سوره مسد هم میگویند، سوره لهب هم میگویند. ابولهب از همان رو سر کرده پیوسته در آزار محمد بود صلی الله علیه و سلم. ابو طارق محاربی هم در تفسیر میگوید روز در بازار ذوالمجاز بودم، یک جوان را دیدم خیلی زیبا بود. مردم را میگفت که اگر کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وی وارد جنت می شود. و از پس یو نگاه کردم، یک مردی خیلی درشت رو بود و درشت سخن بود، با سنگ از پس این جوان میزد و میگفت که سخن این دروغ است، این باور نکنید. من از صاحبان بازار پرسیدم این جوان کیست و این پیرمرد کیست؟ گفتند این محمد است که دعوای پیغمبری دارد و این عمک محمد ابولهب است که وی را تکذیب میکند که محمد دروغ میگوید. همین ابولهب این وقتی که جواب رسول اکرم را با این جواب داد که هلاک شوی تو ای محمد و سنگ پرتاب، خداوند همین سوره را چیکار کرد؟ نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد هر دو دست ابولهب و هلاک شد. هر دو دست مفسران میگویند مقصد از هر دو دست این همون جنس ابولهب در نظر است، یعنی هلاک باد ابولهب که عاقبت هلاک شد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. این ابولهب مفسران میگویند خیلی آدم ثروتمند بود، بسیار آدم با دولت بود. ابولهب این کنیتش است، خودش عبدالعزا نام داشت، کنیتش ابن عتیبه بود. این عبدالعزا، عزا گفته یک بوت هم میگن، همین هیکل هایی که در ما و شماست همون هیکل ها در اون زمان ها بود که خودش را این عبدالعزا گذاشت به معنای که یعنی بنده عزا هستم، من بنده همون بوت هستم. ابولهب از خاطر آن میگفتند که میگه چهرش بسیار سرخ بود، چشمهاش سرخ بود. در عربه ها هم آتش شعله‌ور را لهب میگویند، یعنی چهره سرخ که داشت، با این معنا کنیت ابولهب گذاشتند. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مفسران میگویند بسیار با دولت که بود تکیه کرد که همین دولت و همین سهولت من مرا نجات میدهد، هر مشکلاتی که به سر من بیاید با این پول میتوانم که من از مشکلات چکار کنم؟ خارج شوم. لیکن خدا میگوید که این مال و ثروت ابولهب به ابولهب هیچ فایده نه آورد. البته این به یک ابولهب تنها نه، بلکه به تمام آن ثروتمندهایی که مغرور میشوند، پول دارند، مال دارند، اونا هم اگر مغروری را پیشه خود کنند، خداشناسی را یک طرف بگذارند، فکر کنند که همین پول مرا در دنیا و در آخرت سربلند میکند، نه، این خطا است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خدا میگه زود است که این ابولهب در آتش شعله‌ور داخل میشود. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند میگوید که زن این ابولهب ام جمیل بود، این دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. این میگه کارش چی بود؟ کارش فقط هیزم چینی بود.
هیزم که به منزله که خار میچین و شبها می آورد و از نزد دروازه محمد تا مسجد اون خارها را میپرداخت تا که پیغمبر خدا بالای این خارها حرکت کند و مسجد بیاید آزار بکشد. کار جمیل زن ابولهب این بود، یعنی زن و شوهر هر دو شب و روز در پی آزار رسول اکرم بود. فی جیدها حبل من مسد، و همین زن ابولهب خداوند میگه در گردنش یک گردنبند داشت از لیف خرما. سه فرزند داشتند: عتیبه، عتبه و معتب. دو بچه همین ابولهب داماد محمد بودند. دو بچه همین ابولهب، یکی عتیبه دیگرش عتب. عتیبهش ام گلثوم گرفتگی بود و عتبهش باشد رقیه را در نکاح خودش داشت. وقتی که این سوره نازل شد و رسول اکرم این سوره را در بین مردم که زمزمه کردند خواندند، چی ابولهب و چی زنی او ام جمیله بینهایت غمگین شدند و بینهایت یک غضب کلانی در آنها پیدا شد. و ابولهب گفت، عتیبه گفت و عتبه گفت: شما فرزندان من هستید. امروز دیدین که محمد برای من چی میگوید. اگر شما بخواهید که بین ما و شما پدری و فرزندی ما و شما بریده نشود، دخترهای محمد را طلاق کنید. میگوید این عتیبهش بسیار بدبخت بود و میگد ام گلثوم پیش انداخت و به خانه محمد آمد تا که دختری رسول اکرم را طلاق دهد. آمد میگد نزد رسول اکرم و آیت اذا نجم و هوا را انکار کرد و گفت این سوره هایی که به تو می آید همه اینا باطل هستند، همه این سحر هستند، همه این جادو هستند و این دختری که داری گلثوم این ما از همین روز اعتبارا طلاقش کردم. و با این میگه اکتفا نکرد، مفسرای قرآن میگه چیکار کرد، بلکه میگه در دهان خودش میگه یک مقدار توفی را جمع کرد و به بالای پیغمبر خدا میگه توف انداخت. مفسرای قرآن میگوید که این توف غلیظ این بدبخت میگه به چهره پیغمبر نرسید، لکن این اعمال زیشت، این عمل زیشت میگه از این عتیبه صادر شد. در اصل کسی که نداند که این پیغمبر خدا کیست، چی میداند که این در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد، چی میداند که روز قیامت یگانه نفری هست که بیرق شفاعت در دست او داده می شود. نداند هیچ سنگ قدر گوهر، حضرت مولوی میگوید نداند هیچ سنگ قدر گوهر، کجا ظلمت شناسد قدر انور. سنگ از سنگ گوهر چی درک دارد؟ تاریکی از روشنی چی درک دارد؟ نداند هیچ سنگ قدر گوهر، نداند قدر ظلمت قدر انور. و بیدردان ز درد دل چی گویی، شکر از حاصل خنجر چی جویی. عاقبت میگه توف کردن و پس گشتن، رسول اکرم بسیار غضبناک شدند و میگه دست برداشتن گفتند اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. پروردگارا اگر من در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم با این مرد غلیظ، با این مرد بدکار، خدایا سگ از سگهای دربار خودت را مسلط بگردان. یک دعای بد در حقش کردند. و همان روز میگد این عتیبه با همراه پدر خود ابولهب به سوی دولت سوریه میگد سفر داشتند با نیت تجارت. و عتیبه میگد سخن پیغمبر را به پدرشان رسانیدند. پدرش گفت من از دعای بد این میترسم. وقتی به یک بیابان رسیدند، در حال میگه عسکر زیاد جمع کردند و در اطراف همین بچهش میگه خواباندند، شترها را جمع کردند
گفتند که شاید که همین دعای محمد تأثیر کند، شاید یگان ضلال بر همین فرزند من برسد. میگه یک قسم شب گذشته بود که یک مفسرای قرآن میگوید شعر، میگه از شعرهای خدا، میگه بالای اشترها حرکت میکرد، اشتر میگه در جای خودش قرار بود، دم نمیزد، بو میکشید، هر نفر بو میکشید. میگه بناگاه همون راست عتیبه دا آمد، همون کسی که به چهره پیغمبر توف انداخته بودند و میگه زمانی میگه هجوم به بالای او کردن و او را دراندن و نابود شدند. البته هر کسی که با دوستان خدا، با پیغمبرهای خدا، با دین خدا وقتی که مقابلیت نشان میدهد، عاقبتش همین است. این گونه آزارها از جانب ابولهب و پیغمبر خدا رسید. حتی وفات مفسران میگویند که وقتی که میگه شکست جنگ بدر به گوش ابولهب رسید که در جنگ بدر این مشرکان عرب شکست خوردن، بسیار غمگین شد میگه و به کسلی آبله میگه گرفتار شدند. این کسله میگه چنان کسلی بود که هیچ کس به او باید نزدیک نشود، یعنی سرایت کننده بود. 7 روز میگه در همون خانه خودش باقی ماند. عاقبت طبیب ها گفتند که به این نزدیک نشوین که در وجود همه شما این کسل میگذرد و از دور میگه با واسطه همین چوب های دراز تله کرده میگه از مکه مکرمه بیرونش کردند و یک چاه کندن، در همون چاه پرتافتن و بالاش خاک پرتافتن. همچنان میگه این دشمنی خدا از دنیا گذشتن. این یک طریق مختصر همین تفسیر سوره مسد است. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام